السلام علیکم. دانور با خبر و رویدادهای هفته سپری شده استوده و هم آخرین روز بخش خبری و تحلیلی هفته در استودیو با شما جهانگیر صابر. کنستیتوسی ریسپوبلیک ازبکستان این حجت می باشد که در آن اراده مردم، پرینسیپ ها و معیارهای اساسی دولتی مقرر می گردد. در قاموس اساسی ما پیش از همه قدر و منزلت، شأن و حقوق و منفعت شهروندان ریسپوبلیک ازبکستان در درجه مهمترین سیاست دولت اعتراف گردیده است. پگاه مردم آزاداندیش دولت حقوق بنیاد ما 27مین سالگرد عید سرقانون را استقبال می‌گیرند. به یکایک شما عید قاموس اساسی ما مبارک باشد و موضوع را در همین خصوص دوام می‌دهیم. کنستیتوسیه ترتیبات اساسی حقوقی حیات جامعه بوده از جهت مضمون خود قانون اساسی مملکت می باشد. قاموس اساسی ما تمامی ساحه‌های حیات جمعیتی، سیاسی و حقوقی، اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و ایدئولوژی و ساحه‌های بین الخلقی را در بر می‌گیرد. با قبول سرقانون ریسپوبلیک ازبکستان صاحب اختیار روز 8 دکبر یعنی پگاه 27 سال پر می شود و این روز در سراسر کشور همچون عید ملی تجلیل می گردد. انسانیت از اون روزی که به دنیا آمد میخواست که چیزی را اختراع کند که زیر آن همه آدمان در تنجی و آسایشتگی و برابر حقوقی عمر بسر برند. خوشبختانه در قطار دیگر مملکت‌های پیشرفته از اون روزی که مملکت ما مستقل شد تجربه بوی دیگر مملکت‌ها را به اعتبار گرفته، کنستیتوسی آنها را از نزدیک سنجیده تحلیل کرده، جهت‌های درستش را با خود قبول کرده، همین خیلی ما کنستیتوسی را به دست آوردیم که حاضر در عالم همتا ندارد. من همچون شهروند ازبکستان منصوبیت به ملت تاجیک فخر از آن میکنم که کنستیتوسی من حقوق من را در خودش تجسم ساخته برای همه قوم و ملت هایی که در جمهوری ازبکستان حیات بسر میبرند برابر حقوق طبابت گرفتن، حقوق تعلیم گرفتن، حقوق زندگی کردن، حقوق با زبان مادری گپ زدن را تامین کرده است. بنابر همین بگذار عمر این خیل کنستیتوسی عدالتناک ابدی باشد. هماتون بار دیگر تبریک میکنم. سرقانون ریسپوبلیک ازبکستان ایجاد خلق بوده آن سال 8 دکبر سال 1992 قبول کرده شده است. واقعا قاموس اساسی ما این آر و ناموس ما بوده. در هر یک فصل و باب و ماده آن شأن و حقوق، قدر و منزلت و منفعت شهروندان ازبکستان قطع نظر از دین و ارق و منسوبیت ملی حمایه کرده شده است. موافق سرقانون هر یک شهروند ریسپوبلیک ازبکستان در حمایه دولت بوده برای آزادانه حیات بسر بردن افکار خویش را آشکارا بیان نمودن خلق امکانیت وسیع داده شده است. 27 سالگی روز قبول کرده شدن کنستیتوسی جمهوریت ازبکستان را جشن میگیریم. با این مناسبت در مؤسسه‌های تعلیمی، مکتب های نوحی سوخ تدبیرها گذرانده شده ایستاده است. در اساس تدبیرها طالب علمان مکتب ها نشان داده ایستادند که آن ماده هایی که در سرقانون جمهوریت ازبکستان نشان داده شده است عملی گردیده ایستاده است. مخصوصا در مؤسسه های تعلیمی تعلیم گرفتن خوانندگان بی پول و در اساس نشان دادهای ماده های کنستیتوسی ازبکستان هر یک ماده های آن که به ساحه تعلیم داخل دارند در مؤسسه‌های تعلیمی به طور صحنوی نمایش داده شده ایستاده است و امروز ما با قبول کرده شدن سرقانون جمهوریت ازبکستان نشاندادهای ماده‌های آن اهل بشر دهه سوخ نهایت شاد و مسروریم. با روز قبول کرده شدن سرقانون جمهوریت ازبکستان 8 دکبر همه اهل دیار را به این روز مبارکشان، به این روز عیدشان از ضمیر دل تبریک و مبارکباد می‌نمایم. واقعا ارزش‌های این حجت مهم، حجت سرنوشت ساز مردم گوناگون ملت ازبکستان عزیز، انعکاسگر سیاست انسان دوستانه و انسان پرورانه و اعتراف و احترام به حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند بودن آن محسوب گردیده، شهادت این نقطه آزادی بیان، مطبوعات، وجدان و دین در ازبکستان است. در واقع با مناسبت عید سرقانون در قسم حربی 12494 دهه قزلقیاق امروز تدبیر دایر گردید. در ابتدا
اینجا صدای مطیع دولت حقوق بنیاد ما به فلک پیچید. پس آن درباره مضمون و ماهیت کنستیتوسیا به منفعت مردم این کشور نگرانده شدن آن اسکران و افسران اظهار اندیشه کردند. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 27 yilligi bayram munosabati bilan 12494 harbiy qismimizda ham bugun katta shodiyona bo'lib o'tdi. Ushbu harbiy qismda harbiy xizmatchilar, bir qator harbiy xizmatchilar Sharqiy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondonining buyrug'iga asosan navbatdagi harbiy unvonlar berildi. Bundan tashqari shaxsiy tarkib faxriy yorliq, qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlari uchun muhim asosiy qomus hisoblanadi. Ushbu qonunda O'zbekiston Respublikasi harbiy xizmatchilarini xizmat o'tash tartiblari belgilangan. O'zbekiston Respublikasi har bitta fuqarosi O'zbekiston Respublikasini himoya qilishga majburdir degan belgilab o'tilgan moddalari bor. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi shaxs omili, uning manfaatlari eng oliy o'rinlardan joy olgan. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 27 yillik bayram munosabati bilan butun xalqimizni O'zbekiston Respublikasini qurolli kuchlar nomidan, harbiy qism qo'mondonligi nomidan, shaxsiy tarkib nomidan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ularga uzoq umr, sihat, salomatlik, kelgusi faoliyatlarida muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. طوری که مصاحب ما قید نمود در تدبیر یک چند نفر اسکران به گرفتن عنوانهای حربی میسر گشتند. جهت اهمیتناکش در آن بود که به تدبیر عید سرقانون این قسم حربی والدان یکی از جوانان شجاع وطن فرزند سرخ شادروان خیرالله خالبایف نیز دعوت شده بودند و به آنها از نام مأموریت قسم حربی افتخارنامه و مکافات‌های گرانبها تقدیم کرده شد. عید قاموس اساسیمان در این قسم حربی خیلی خوش گذشت. بخش خبری و تحلیلی هفته دوام دارد و به عنوان برنامه خبری و تحلیلی ما از نام مخلص دائمی برنامه‌های تلویزیونی سوخ اصغر انبرزاد باز یک مکتوب ارسال گردید و مؤلف در مکتوب خود تاکید کرده گذشته است که بعد روزهای بشمار عید سال نو را تجلیل می‌گیریم و در عرفه عید سال نو استفاده بردن جوانان از پیراتکنیکا ها یعنی واسطه های ترکنده هر سال به نظر می رسد و برای گرفتن پیش راه آن البته شخصان متصدی از پیشتر بیشتر کوشش کرده سعی و حرکت کنند گفته تاکید کرده گذشته است اصغر انبرزاد. و البته خادمان شعبه کارهای داخلی چاره‌های این را دیده ایستادند و آنها به مکتب‌ها رفته در این خصوص کارهای ترغیباتی تشویقاتی برده ایستادند. موضوع را در همین خصوص دوام می‌دهیم. هر یک انسان می‌خواهد در راحت و فراغت عمر به سر برد. برای این باشد انسان را پیش از همه سلامتی مستحکم لازم است. اگر مال و ثروت به حساب داشته باشیم و وجودمان را درد فرا گرفته باشد پس زندگیمان در راحت و فراغت نخواهد گذشت. آنهایی که ناگران تولید شدند این خواست خدای است، خواست تقدیر است و از این نباید نالید. اما هستند آنهایی که در نتیجه بی‌پرواگی یا اینکه عیب خود در دوام حیات ناگران شده ماندند. فرزند آدم بعضا دیده و دانسته به قول به خودش ظلم میکند. در نتیجه بی‌پرواگی و بی اهمیتی پدر و مادر و یا آموزگار بچه‌های خردسال یا مکتبخوان در عرفه سال نو از واسطه‌های ترکنده یعنی پیراتکنیک استفاده میبرند که بعضا ترکانیدن آن به ناگران و معیوب شوی خود آنها سبب میگردد. از این خاطر در مملکت ما نگاه داشتن، به فروش گذاشتن و استفاده بردن از واسطه‌های پیراتکنیکی قطعاً منع کرده شده است. Mana yangi yil kirib kelishi munosabati bilan har yil bo'ladigan pirotexnika mahsulotlarini dan foydalanmaslik to'g'risida ham targ'ibot ishlari olib borilyapti. Bunda o'sha pirotexnika mahsulotlarini salbiy oqibatlari tushuntirib borilmoqda. Bundan tashqari o'sha O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan ilgari surilgan 5 ta tashabbus bo'yicha ta'lim muassasasi o'quvchilar o'rtasida musobaqalar tarzida madaniy tadbirlar o'tkazilyapti. Bu madaniy tadbirlar orqali, musobaqalar orqali o'quvchilarda vatanparvarlik ruhini tarbiyalashdan iborat. خادمان شعبه کارهای داخلی به مکتب‌ها رفته درباره موافق قانون منع گردیدن استفاده از واسطه‌های ترکنده و عاقبت‌های ناگوار آن به خوانندگان مکتب فهمانیده ایستادند. مقصد اساسی باشد گرفتن پیش راه حالت‌های ناگوار در بین نسل جوان میباشد. چون این چاره‌بینی امروز در مکتب رقم دوم با اشتراک خادمان شعبه کارهای داخلی تشکیل کرده شد. من امروز با مکتب ما خادمان ارگان اومده با هم مجلس گذروندن هم چیزای پیراتکنیکا
این وسایل پیرتکنیک این های کار نفرمانده مواد تشمیشکننده که هم های کار نفرمانده این البته با همین هر یک انسان حیاتش خف می‌آورد. واقعا بهر حضرت انسان جز سلامتی دیگر چیزی پرارزش و پرقیمت‌تر نیست. انسان همان وقت خوشبخت حیات به سر میبرد که تنش از درد فارغ باشد. ناگفته نماند که بعد روزهای بشمار عید سال نو هم فرا میرسد. اطمینان داریم که پدر و مادران در خانه، آموزگاران باشند در دبستان، به خوانندگان باز هم اعتبار جدی داده برای استفاده نکردن فرزندانمان از واسطه‌های ترکنده و برای گرفتن پیش راهی حالت‌های ناخوش سهمی ارزنده می‌گذارند. اکنون شما را با خبرهای در دام هفته سپری شده ایستاده روی داده شناس میکنیم. در آغاز هفته روز عمومی جهانی ناگرانها قید کرده شد و در این روز اشخاص دارای امکانات محدود با مکافات‌های گرانبها قدر کرده شدند. حالا در همین خصوص نقل میکنیم. عائله‌های احتیاجمند، اشخاصی که به تقاضای تقدیر ناگران شدند، همیشه در حمایه دولت قرار دارند. واقعا در مملکت ما هیچ کس از مهر، نظر و اعتبار دولت دور نخواهد ماند. اصلاحاتی که در وطن ما به عمل تطبیق می‌گردند بدون مبالغه تنها به منفعت انسان، بلند برداشتن طرز زیست مردم خدمت می‌کند. از آن روزی که سرور دولت شوکت میرزیایف همچون پرزیدنت فعالیت خود را آغاز کرد، شعار زیرین را مقصد اساسی سیاست کنونی اعتراف نمود. خلق برای اداره‌های دولتی نه، اداره‌های دولتی برای خلق خدمت می‌کنند. تحت این غایه نکو در دوام 3 سال آخر در راه فراوانی حیات مردم کارهای بسان نظررس به عمل تطبیق گردیده و می‌گردند که این را امروز مردم عالم به خصوص سیاستمداران معروف دنیا اعتراف کرده ایستادند. اعتبار و احترام اشخاص دارای امکانات محدود در جامعه امروز به یکی از سمت‌های استوارترین سیاست دولت تبدیل یافته است. از این رو هر سال در مملکت ما 3 دکبر روز عمومی جهانی حمایه ناگرانها به طور وسیع تجلیل می‌گردد. در ناحیه سوخ نیز دیروز به همین مناسبت در خانه مدنیت ناحیه که در مرکز ناحیه جایگیر شده است تدبیر متنتن برگزار گردید. در آن از هر محله‌های ناحیه اشخاص دارای امکانات محدود یعنی ناگرانها اشتراک کردند. در تدبیر حاکم ناحیه فرخ اسرف شرکت ورزید و اشتراکداران تدبیر را به روز عمومی جهانی حمایه ناگرانها تبریک نمود. Yolg'iz kishilar holidan xabar olinadi. Ularga homiylar tomonidan dori-darmon, tibbiy vositalar, tayanch, ortopediya moslamalaridan iborat sovg'alar topshiriladi. Turli tadbirlar, xayriya marafonlari, konsertlar, badiiy ko'rgazmalar tashkil etilib kelmoqda. Albatta, biz bularni doim qo'llab-quvvatlaymiz. واقعا هدف از برگزاری چنین تدبیر و چاره‌بینی ها در آن افاده می‌یابد که اعضای برابر حقوق و جدا نشونده بودن شخصان دارای امکانیت محدود در جامعه را به خوبی درک سازیم و بدون شک با افتخار گفته می توانیم که در ازبکستان صاحب اختیار منفعت انسان از هر چیز بالاست، قدر حضرت انسان بلند است. اشتراکداران تدبیر از آن سرفراز بودند که همیشه در حمایه دولت، اعتبار و غمخواری های حکومت و سرور مملکت قرار دارند. آنها نمیدانستند که خرسندی خیش را چطور بیان سازند، زیرا قلب آنها از این گونه اعتبار و غمخواری ها لبریز شادی و فرح گردیده بود. شاعر بسا خوب فرموده: پول اگر اضافه است در جعبه من، همسایه گرسنه من کعبه من. واقعا چون اهل ذکر میگویند شاد نمودن دل احتیاجمندان و شخصان دارای امکانیتش محدود برابر به طواف خانه خداست. به این معنی سعدی بزرگوار نیز خیلی خوب فرموده: به دست آوردن دنیا هنر نیست، یکی را گر توانی دل به دست آر. از این رو در تدبیر دستور ادبی بدیع و موسیقی نیز از جانب صنعتکاران خانه مدنیت ناحیه نمایش داده شد که آن براستی اهل تدبیر را خیلی پسند آمد. سرود و ترانه های دلنشین صنعتکاران محلی به دل اشتراکداران یک عالم خرسندی بخشید که از این بهتر و بزرگتر ثواب نیست. چون در بالا گفتیم شاد نمودن دل شکسته یکی از بزرگترین فضیلت‌های انسانی به شمار می رود. در مملکت ما این فضیلت نیک و خیرخواهانه به درجه سیاست دولت اعتراف شده است. در واقع در تدبیر اشتراکچیان جنگ بین المللی نیز شرکت ورزیدند و به آنها نیز تحفه‌های گرانبهای تشکیلات‌های سرپرست و حاکمیت ناحیه تقدیم کرده شد. اعتراف باید کرد که اشخاص دارای امکانیت محدود را دولت حمایه و دستگیری می‌کند.
در عرفه جشن و مراسم ها از جانب دولت و شخصان سخاوتمند با آنها کمک های خیریوی رسانیده می شوند. چون در آغاز سخن گفتیم در مملکت ما هیچ کس هیچگاه از نظر و اعتبار دولت در کنار نخواهد ماند. تدبیر در مرکز مدنیت ناحیه تادر دوام کرد و اهل حاکمیت و تشکیلات های حامی توانستند دل اشخاص دارای امکانیتش محدود را آباد سازند و این آبادسازی دلهای شکسته در راضی نمودن احتیاجمندان و ناگرانها از سیاست کنونی اهمیت مهم کسب نمود. در واقع به یک چند نفر شخصان دارای امکانیت محدود عرابچه های ناگرانی سپاریده شد که از این قلب هر یکی آنها لبریز شادی و فرح گشت. شهروندان ازبکستان صاحب اختیار در عرفه معرکه مهم سیاسی انتخابات دپوتات‌های مجلس عالی و شهر و ناحیه‌ها قرار دارند و در روزهای بشمار انتخابات شده می‌گذرد و در آن اشتراک شهروندان ختم است. موضوع را در همین خصوص دوام می‌دهیم. کنستیتوسی ریسپوبلیک ازبکستان و کودکس انتخابات ریسپوبلیک ازبکستان گذرانیدن انتخابات به هر شهروند کشور که حقوقی در انتخابات اشتراک کردن را دارد وابسته است. از این لحاظ در اچسکه‌های انتخابات برای آوازدهندگان همه شرایط‌ها فراهم آورده شده است. موافق ماده 50 کودکس انتخابات بناهایی که در آن کمیسی‌های اچسکه‌های انتخابات قرار دارند با جهازهای لازمی تامین گردیدنشان شرط است. رقم اچسکه جای مخصوص برای آنهایی که امکانات جسمانیشان محدود، برای نظارت کنندگان جای علاهیده، گذاشتن پلاکت‌های مخصوصی بخشیده به انتخابات، برای آواز پنهانی خانه علاهیده، خریطه اچسک انتخابات و غیره ها در اساس ماده 50 کودکس انتخابات مهیا کرده می شوند. اشتراک در انتخابات این حقوق کنستیتوسیونی شهروندان آزاداندیش ازبکستان است. در انتخابات هر یک شهروند ازبکستان قطعی نظر از دین و منسوبیت ملی اشتراک می کند، زیرا در مملکت حقوق بنیاد ما هر یک شهروند قطعی نظر از دین، ارق و منسوبیت ملی برابر حقوق است. به همه ما معلوم است که 22 دکتر سال جاری در تمام جمهوریتمان روز انتخابات اعلام کرده شده. در همین خاطر در ناحیه ما هم این تدبیر دوام دارد و حاضر تمام تیار رفته شده است. تمام اعضایان کمیسیون عبارت از 13 نفر در تمام اچسکه‌های انتخاباتی شده درباره کمبوده‌هاشان یا رفت کارهایشان شناخته آمدند. من حاضر قریب که در همه اچسکه انتخاباتی در ناحیه بوده شرایط کار موجود برای آواز دادن اولنگ و انتخاباتی ها همه شرایط موجود، کابینه ها و چه که در اینستروکشن چه که نشان داده شده باشه همش تا قدر امکان اجرا کرده شده است. برای همین از همه انتخاباتیان التماس میکنم من حاضر نامزدها برای آواز دادن با دستورهای خودشون اشتراک میکنن. همون نامزد مناسب خودشون برای شفاف گذراندن همه امکانات ها موجود. برای همون این انام خلق میشه. خلق همون نامزد خودش اگر نقض انتخاب کنه در دوام 5 سال درد خلق همشه همون تشکیلات های داخلی رو برده طلب برای بجا موندن امکانات فراهم آورده میشه. هر یک ما حقوق کنستیتوسیونی داریم که در این انتخابات باید اشتراک نماییم. ما این حقوق کنستیتوسیونی باید استفاده برده. همه ما خودمون رفته آواز داده به همون نامزد مناسب آواز دادن در کار. اولا قطعی نظر دین، ملت، ارقیت فرقش نیست. ما همچون شهروند ازبکستان در این روز انتخابات پر اشتراک کردیم در کار. واقعا هر یک قرار و فرمان و قانونهای دولت تنها به منفعت حضرت انسان شهروندان این کشور دموکراتی نگرانده شده است. طفیل استواری قانون و برابر حقوقی شهروندان در سرزمین مقدس ما صلح و امنیت، فراوانی و ترقیات برقرار است و میتوان گفت که از این سبب ازبکستان امروز در عرصه عمومی جهانی موقع به خودخواست را صاحب گردیده از جانب سیاستمداران معروف عالم و هم مملکت‌های مترقی همچون دولت حقوق بنیاد و با صورت تیز ترقی یافته ایستاده اعتراف گردیده ایستاده است. بر حق است که برقراری عدالت عامل مهمی رشد مملکت، فراوانی خلق و راضی شدن شهروندان از سیاست امروزه می باشد. باز یک جهت اهمیتناک در آن است که با برابر رواجیابی و آبادگردی مملکت دانش سیاسی مردم سعادتمند ما نیز بلند گردیده ایستاده است. از این خاطر هر یک شهروند این کشور آزاد و آباد در انتخابات فعالانه اشتراک نموده و نامزدهای مناسب و دلخواه خود آواز می دهند و اطمینان
میان داریم که نامزدهای آواز گرفته نیز بعد انتخابات از خلق دور نمی شوند و برای فراوانی حیات مردم برقراری ترقیات مملکت حصه ارزنده میگذارند. بخش خبری و تحلیلی هفته دوام دارد. به مناسبت 27مین سالگرد سرقانون الکی در مؤسسه های تعلیمی ناحیه سوخت تدبیرهای جالب شده گذشتند و حالا لوحه نوبتی ما از تدبیر باغچه بچگانه رقم 6. کنستیتوسیا قاموس بخت هر یک ما به حساب می رود و در اساس کنستیتوسیا حق و حقوق و منفعت های ما حفظ و حمایت کرده می شود. در اساس قاموس اساسی خلق ما آینده درخشان خود را جمعیت شهروندی ابرقدرت را که استواری قانون تامین است برای ساختن از امروز زمینه می‌گذارند. بخشیده به قبول سرقانون در جایها تدبیرها دایر می‌گردند، به خصوص در مؤسسه‌های تعلیمی سوخمرز. در باغچه بچگانه رقم 6 به مناسبت عید سرقانون تدبیر دایر گردید و تدبیر مذکور با سعی و اهتمام تربیتگران باغچه شایسته المس و زلاله میرزاخوجی و تیار کرده شد. در تدبیر تربیت گرندگان دایر به موضوع سرقانون در حیات ما قاموس من بخت من برآمد خوب کردند و حاضران تدبیر نیز با مراق برآمد خردککان را تماشا کردند. شعر و ترانه های وطن پرورانه نیز به حسن تدبیر حسن نوزم کرد. قرائت شعرها آید قاموس نیز بسیار جذاب بود. در یک جایگی شعر گفتن خردککان آید قاموس نیز از آن گواهی می دهد که آمادگی آنها به تدبیر خوب است. البته اشعار وطن خواهانه در دل هر یک کس مهر و محبت را نسبت کشور عزیز باز هم دوچند می گرداند. Yuxumuz nizat bana, oğlar bir fervana, bütün halkın dermanı, şefket ata barbun. کنستیتوسیا قاموس اساسی دولت ما به شمار می رود و آن پر را به منفعت شهروندان نگرانده شده است. کنستیتوسیا ما سیاست انسان پرورانه و خردمندانه را ترغیب می نماید. جهت اهمیتناکش در آن بود که خردککان الکی با یاری تربیتگران باغچه مشغول از خود نمودن ماده های سرقانون می باشند. تدبیر به مناسبت عید سرقانون در باغچه مذکور خیلی خوش گذشت و تا در دوام کرد. طوری که آگاه هستید بعد روزهای به شمار انیخترش 22 دکبر سال جاری انتخابات دپوتات‌های مجلس عالی و شهر و ناحیه‌ها شده می‌گذرد و از این خاطر پارتی‌ها و نامزدهای آنها پیشنهاد کرده پیش از انتخابات به حدودها رفته به اهالی واخورده ایستادند. حالا در همین خصوص نقل می‌کنیم. انتخابات امساله نسبت به پیشتر به کلی فرق میکنه، زیرا انتخابات امساله تحت شعار ازبکستان نو انتخابات نو شده میگذرد. از این خاطر عدالتناکی و شفافی تامین گردیدنش مهم است. در انتخابات از دپوتات های آینده نیز طلب خیلی بسیار. اکنون آنها مثل پیشین به تعبیر خلق گوییم برای بند کردن کرسی نه برای حل کردن مشکل های خلق خدمت کردنشان مهمتر است. در ناحیه ما نیز پارتی های ازلیدب، ملی تکلانش و خلق دموکراتی و نامزدهای این پارتی ها پیشنهاد کرده به حدودها رفته به اهالی واخورده آنها را به دستور خویش شناس کرده ایستادند. در کالج کسبی هنری پارتی های لیبرال دموکراتی و ملی تکلانش با اسکران و افسرانی در ناحیه خدمت کرده ایستاده واخوردند و به آنها دستور خویش را معلوم کردند. واخوری با بحث و تلاش ها شده گذشت. به سوال های اسکران و افسران نامزدها جواب های خود را دادند. مقصد همه یک است، باز هم رواج دادن ناحیه سوخت و خدمت کردن به خلق. این گونه وعده ها را در هر انتخابات نامزدها نزد مردم میگفتند، اما بعد انتخابات فراموش میکردند. با اهالی نیز در این باره وقتی سوال و جواب کردیم تا این دم باره هم دپوتات ها را ندیدیم و حتی نامشان را هم نمیدانیم. گفتند انتخابات امساله باشد چون در بالا گفتیم تماما دیگر است و از این خاطر از دپوتات ها آینده طلب بسیار. در محله سری بازارچه باشد واخوری نامزدهای پارتی خلق دموکراتی شده گذشت. نامزدها دستور و مقصدهای خویش را به خلق معلوم کردند. وکیلان با اعتماد نیز سخن کرده نامزدها را معرفی کردند. پیش از همه به زیباترین کهندیار وطن سوخی عزیز خوش آمدید. من امروز شما به ما معلوم گشت که شما یک وکیلی با اعتمادی همین نامزدها می باشید. پیشتر نامزدها تا انتخابات وعده میدادن ولی بعد انتخابات وعده ها اجرا نمیشد. این را تمام خلق میدونن. لیکن امروز همچون شخصی با اعتماد گفته میتوانید به همین دستورهای نامزدها باوری کند خلق میشود یا نه؟ اولا بار ما همین مناسبت سایلو مناسبت قطعی همینجا سوخ اومده. من چند همداران و عزیز قطعی واخوری کردیم همینجا خرساندیم
mana suxunda obodagari juda bisyor, tag'yirotlar juda bisyor. Ino hammash hamid xalqqa vatanparvarish, hamid tag'yirotida yak raftorshi zo'r budayishida, ishbilarmonishida davlat metiya. Menaki savolga javob ko'takan begimki, men bovori dorimki, amiz manfaati suxa gufta, xizmat dekana gufta. واقعا مقصد همه پارتیا و نامزدها یک از خدمت کردن به خلق و رواج دادن مملکت، اما این را در عمل اجرا کردن مهمتر است. به جای خلاصه میتوان گفت که وقت حکم عالی است. اطمینان داریم که نامزدهای انتخاب شده فقط پیش از انتخابات نه و بعد انتخابات هم به خلق وامی خورند و برای حل مشکلات مردم و اجرای دستور و مقصدهای به پیش گذاشتهشان سعی و کوشش میکنند. طوری که آگاه هستید، در دام این هفته یعنی روز یکشنبه مردم سعادتمند سوخ عزیز عید سرقانون ریسپوبلیک ازبکستان را استقبال گرفتند و به همین خاطر در تالار مجلس های مدنیت ناحیه تدبیر دایر گردید. حالا در همین خصوص نقل میکنیم. کنستیتوسیا از اصطلاح لاتینی گرفته شده معنی مقرر کنی یا تصدیق کنی را دارد. کنستیتوسیا این شکل افاده اراده مردم و واسطه عملی سازی و کفالت این اراده می باشد. این حجت است که در آن اراده مردم پرینسیپ ها و معیارهای اساسی دولتی مقرر می گردد. کنستیتوسیا ترتیبات اساسی حقوقی حیات جامعه بوده، از جهت مضمون خود قانون اساسی مملکت می باشد. قاموس اساسی ما تمام ساحه های حیات جمعیتی، سیاسی و حقوقی، اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و ایدئولوژی و ساحه‌های بین الخلقی را در بر می‌گیرد. 27مین سالگرد قاموس اساسی ما در سراسر کشور همچون عید ملی جشن گرفته شد، خصوصا در زیباترین کهندیار وطن سوخ عزیز. به این مناسبت روز 8 دکبر در تالار مجلس‌های مرکز مدنیت ناحیه تدبیر دایر گردید. در تدبیر نمایندگان حقوق و ترتیبات، حاکمیت چهارم و مؤسسه‌های تعلیمی، رهبران و وکیلان کارخانه و تشکیلات‌ها، رئیسان محله‌ها و نمایندگان قسم حربی ناحیه اشتراک نمودند. تدبیر را حاکم ناحیه حسنی آغاز بخشید و پس آن در تالار صدای مدحی دولت حقوق بنیاد ما بلند گردید. واقعا ارزش های این حجت مهم، حجت سرنوشت ساز مردم گوناگون ملت ازبکستان عزیز، انعکاسگر سیاست انسان دوستانه و انسان پرورانه و اعتراف و احترام به حقوق و آزادی های انسان و شهروند بودن آن محسوب گردیده، شهادت این نقطه آزادی بیان، مطبوعات، وجدان و دین در ازبکستان است. درباره مضمون و ماهیت کنستیتوسیا به منفعت مردم این کشور نگارانده شدن آن، نماینده پروکراتور ناحیه چنین اظهار اندیشه کرد. Konstitutsiyamiz yurtimizda huquqiy demokratik davlat, kuchli fuqarolik jamiyat, erkin bozor munosabatlari va xususiy mulk ustivorining asoslangan iqtisodiyotni qurish, xalqimiz uchun tinch va obod va farovon hayotni barpo etish, O'zbekiston xalqaro maydonida munosib o'rin egallashda mustahkam poydevor bo'lib xizmat qilib kelmoqda. Har bir tirik jonzotning yashashdan maqsadi har bir mavjudotning kelajakda kutib qolayotgan matlabi bo'ladi. Har bir xonadonning esa o'ziga xos yashash tarzi, urf-odatlari, o'ziga xos tartib qoidalari, o'ziga xos orzu-umidlari bo'ladi. Har bir davlatning har bir o'rnida va o'z shunday tartib qoidaga ezgu umidlari va istaklari, maqsadlari ro'y-rost ifodalovchi yuzi konstitutsiyasi mavjud bo'ladi. Xuddi shunday bizning davlatimizning ham yuzi, maqsadlarimizning ma'naviy timsoli bu konstitutsiyamizdir. Bu jumladan O'zbekiston deb atalmish katta oilani tashkil qiladigan, butun xalqimizning dilidagi, yuragini, tub-tubidagi orzulari, umidlari, maqsadlarini yashamoqligini matlabidir. Mustaqil O'zbekiston konstitutsiyasi mazmuni va mohiyati har safar har nazar solar ekanmiz, bunga ming karra amin bo'lamiz. Konstitutsiya so'zi turli davrlarda turli ma'noni qo'llangan bo'lsa-da, bugungi kunda u oliy yuridik kuchga ega bo'lgan amaldagi qonun va me'yoriy hujjatlarning poydevori tagzaminini tashkil etadi. O'zgartirish va qo'shimchalar kiritishdan qat'iy nazar asosiy qonuniyni anglatadi. خود همان روز در ناحیه عید حاصل نیز به طور وسیع جشن گرفته شد و در تدبیر یک گروه خادمان فداکار ساحه از جانب حاکمیت ناحیه تقدیرانیده شدند. سربایطار ناحیه هیجان اشورف باشد به گرفتن نشان سرسینگی قشلاق خوجلک فدایی 3 میسر گشت و نشان مذکور را حاکم ناحیه در وضع متنتن سپارید. مناسب دیده
همون مکافات دادن، هزار رحمت مکافات دادگی برای همه قشلاق خوجری که کارکسایی آدمو گفته میفهمند همون ممنون مکافات دادگی برای همه قشلاق خوجری کارکسایی نصیب کند. مایلماتون مبارک باشه. علاوه بر این رئیسان محله های آبادترین ناحیه و خوانندگان اقتدارناک مکتب های ناحیه تقدیرانیده شدند. خواننده مکتب رقم 25 در قسمت ولایتی آزمون انشانویسی جای اول را اشغال کرده باشد، خواننده مکتب رقم 7 نیز در آزمون ولایتی انشانویسی جای نمایان را اشغال کرده بود و به آنها نیز بهترین تحفه کتاب های بدیعی تقدیم کرده شد. امروز برای من عید بالای عید است، چون که من در این روز مبارک از طرف حاکم ولایت و تومن تقدیرانیده شدم. سبب اساسی این باشد در آزمون انشا نویسی گرفتن جای یکم من است. من البته با این کفایه نکرده در آینده قله های بلندترین علم را ضبط میکنم و برای رشد و رواج وطن خودم از ته دل خدمت میکنم. عید سرقانون به همه شمایان مبارک باشد. با مناسبت 27 سالگی کنستیتوسیای ریسپوبلیک ازبکستان در موضوع کنستیتوسیا کفالت آزادی ما بوده، در این آزمون انشا گذرانده شد در ولایت جای دوم را اشغال کردم. باز هم در این مره ها بیشتر حرکت میکنم. در تدبیر از جانب خوانندگان مکتب رقم 18 و صنعتکاران خانه مدنیت ناحیه دستور ادبی بدیعی و موسیقی نیز نمایش داده شد. اشتراکداران تدبیر تا دل خوش و خرسندی کردند، طوری که در بالا گفتیم آن روز در ناحیه عید بالای عید بود. مردم ناحیه عید حاصل را نیز به طور وسیع استقبال گرفتند. دپوتات های مجلس عالی تکلیف پیشنهاد کرده ایستادند که رهبران به نمایندگان وسایط اخبار عموم تزریق رسانیده به جوابگری کشیده شوند و این به کودکس جنایی داخل کرده شود. در حقیقت امروز در معین نمودن مشکل‌های مردم و برطرف نمودن معماهای آنها سهم وسایط اخبار عموم به اندازه می باشد و در تامین اجرای هر یک قرار و فرمانهای پرزیدنت مملکت نیز نقش ژورنالیستان برجسته است، زیرا هر یک قرار و فرمانهای پرزیدنت به منفعت خلق نگرانده شده است و از تشبث نیک رهبر دولت از قرار و فرمانهای حکومت مردم دوردستترین ناحیه ها نیز بهره ور شده ایستادند. سالهای آخر قریب که همه محله های ناحیه سوق با واسطه های موبیلی وطنی تامین گردیدند، اما مردم محله های غزناب و قلچه و ملبود تا این دم از علاقه های موبیلی وطنی استفاده بردن نمی توانستند. آنها فقط از سیم کارت های ریسپوبلیک برادری قرقیزستان استفاده می بردند و خلاص. بینندگان عزیز، الحال ما در جمع شهروندان محله غزناب که در حدود سکتور یکم جایگیر شده است قرار داریم و به هر یک شما معلوم است که مردم این حدودها محله های صاحبکار، طول، قلچه، غزناب از علاقه های موبیلی ازبکستان یعنی وطنی استفاده بردن نمی توانستند و اجباراً از سیم کارت های ریسپوبلیک برادری قرقیزستان استفاده می بردند و امروز با تشبث حکومت و در نتیجه غمخواری های دولت حقوق بنیاد ما به اینجا آنتن اوزموبایل راست کرده شد و اکنون آنها می توانند از اوزموبایل به ملال استفاده برند و امروز مردم ده خیلی خرسند می باشند. از ما خواهش کردند که توسط آینه نیلگون عرض و منتداری خیش را بیان نمایند. به همین خاطر ما رئیس جمعیت شهروندان محله غزناب را بر رشته صحبت میکشیم. مرحمت. اولا سلام علیکم شما تو. من این حدود ما از مرکز دور. من تا همین ساله مونده علاقه نبود. امروز از پرزیدنت ما جو منت داریم. من اینوبت بگرفته و بود قشلاق دستور به در اومده که همه حاضر اسفالو شد. من کوچه ها الکترو مونده دادن نقش شد. من ولوکوری به من ببینید میلیون میلیارد ها پول صرف کردم. من آنتنه روز کردن. امروز من دیروز کور فرمودن خلق ما بینواد این خرسند دوی ما هم پرزیدنت ما منت داریم. البته ما شاهد آن شدیم که واقعا در 2 سال آخر در دهه غزناب انیخترش آرزوی چندین ساله مردم غزناب جامعه عمل پوشید. یکی از آن بنیاد سیل رو راه الهیده سیل نزدیک 4 میلیارد سوم مبلغ جدا کرده شد و بنیاد گردید. اکنون مردم از خف و خطر در بهاران خالی هستند و آرزوی دومی آنها باشد همین به راه مانده شدن علاقه های موبیلی وطنی می باشد.
دهه غزناب به دستور آباد قشلاق نیز در سال 2019 هم داخل شده است. اگر کمتر معماها را به نظر نگیریم، در اینجا در دایره دستور دولتی آباد قشلاق کارهای نظررس به عمل تطبیق گردیدند. توفیل غمخواری های دولت به محله های غزناب، انبره و ملبود انتن مخصوص وصل کرده ایستادند و لکه کارهای وصل کنی در محله غزناب به سامان رسیده و علاقه موبیلی اوزموبایل لکه کار کرده ایستاده است. در محله ملبود باشد امروز متخصصان از ولایت آمده مشغول کارهای وصل کنی می باشند. به واسطه تکنیک به قله بلندترین کوه ملبود راه بنیاد کردند و به آنجا انتن اوزموبایل را در روزهای خیلی نزدیک وصل می کنند و اکنون مردم سربلند ملبود کهن نیز از این علاقه موبیلی به ملال و به یگان مانع استفاده برده می توانند. می توان گفت که اعتبار به ناحیه سو خیلی بلند است و معماها آهسته آهسته پی هم حل خود را یافته ایستادند، زیرا مقصد اساسی سیاست امروزه ما هم حل نمودن مشکل های مردم و به این منوال راضی نمودن اهالی از سیاست کنونی می باشد. واقعا امروز ها ازبکستان رو به ترقی نهاد و امروز همچون مملکت حقوق بنیاد اعتراف گردیده ایستاده است. از بس که تمام اصلاحات و قرار و فرمان های حکومت و رهبر دولت به منفعت خلق نگرانده شده است، فراوانی حیات مردم، صلح و امنیت در وطن عزیز ما برقرار می باشد و باز یک عامل فراوانی حیات مردم ناحیه، مردم ازبکستان، این رواجابی ساحه خواجگی قشلاق می باشد. هفته گذشته خادمان ساحه عید حاصل را استقبال گرفتند. به این مناسبت در حدود دهه ملبود بازی بزکشی تشکیل کرده شد. در آن مهمانان از ریسپوبلیک برادری قرقیزستان نیز اشتراک نمودند. خوشبختانه در مملکت ما سالهای آخر در تمام جبهه‌ها دگرگونی‌های کلی به عمل آمدند. خصوصا در ساحه خواجگی قشلاق نیز اصلاحات گذرانیده شد و در نتیجه به موفقیت‌های زیاد صاحب گشتیم. زمین‌های بیکار خوابیده به کارم تبدیل داده شدند. باغ‌های نو و اینوواسیونی تشکیل گردیده در این سمت از تجربه‌های مملکت‌های مترقی عالم استفاده برده شد. با تشبث رهبری دولت واقعا در این ساحه نیز پیشروی رواجیابی اوج گرفت و دیروز در ناحیه سوق روز خادمان خواجگی قشلاق به طور وسیع قید گردید. خادمان ساحه با مکافات‌های گرانبهای حاکمیت ناحیه تقدیرانیده شدند. پس آن در دامنه کوه ملبود به این مناسبت مسابقه بزکشی شده گذشت. در آنجا مهمانان و پهلوانان از ریسپوبلیک برادری قرقیزستان نیز اشتراک نمودند. بازی ملی را حاکم ناحیه حسن افتتاح بخشید و بعد آن اینان سخن را به مهمانان از جمهوری همسایه آمده داد. آنها با افتخار و صمیمیت اظهار داشتند که در بین خلق‌های آسیای میانه مناسبت‌های دوستانه توفیل سیاست خردمندانه پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف طرف مستحکم می‌گردد. بعد آن بازی ملی آغاز یافت و در آن زیاده از 80 نفر پهلوانان سوخی و قرقیزستانی قوازمایی کردند. ilgaridan beri biz So'x rayonida, mana biz Qadamjoy rayoni bir-birimiz bilan aloqada shu to'ylarda bordi keldi, borib yurganida mana ikki prezident chaqirib, mana to'ylarda nimalarda eldi, nimani biriktirib qo'ydi. Shu ikki prezidentga rahmat. Mana So'xda quloqchilar mehmonlarni yaxshi siylab, yaxshi hurmatda bir-biriga munosabat chopishayotadi. بزکشی یکی از بازی‌های ملی مردم آسیای میانه بوده در توی مراسم‌ها گذرانیده میشد. پیشتر خوشبختانه امروزها به مناسبت سنه‌های تاریخی و جشن‌های ملی نیز مسابقه مذکور گذرانیده می‌شود. این از آن دلالت می‌دهد که مردم ما عرف و عادت و قدریت‌های ملی بابایی را دوام داده بهره رواج دادن آن کوشش زیاد به خرج می‌دهند. غالبان و اشتراکداران فعال با تحفه و مکافات‌های مخصوص تقدیرانیده شدند. بعد اتمام مسابقه مذکور در یکی از کمپلکس‌های زمانوی مرکز ناحیه برای خادمان ساحه خواجگی قشلاق و مهمانان از جمهوری همسایه آمده ضیافت آراسته شد. صنعتکاران نامی از ولایت آمده باشند توسط سرودهای دلنشین خود طبع اهل تدبیر را خوشنود ساختند. عید حاصل نیز در ناحیه زیبا منظر ما خیلی خوش گذشت و در دل اشتراکداران تأثیرات خوب باقی گذاشت. و در همین جا به بخش خبری و تحلیلی هفته حسنی انجام می‌بخشیم. خیر سلامت باشید و با برنامه‌های تلویزیونی صبح بمانید، زیرا شما را در پیش برنامه‌های استراحتی تلویزیونی صبح منتظر است. برنامه‌های تلویزیونی صبح بمانید.